نه والا. ای ذره حال ما رو بپرس. قربون صدقه ما برو. میپرسم پیر بیکار باشم میپرسم. چه؟ بیکار باشم میپرسم. او فقط بکره؟ کیر خرد. گیریم تو کنت. ای کونکش چه حرف زشتی بود زدی، نوراحتمون کردی. خدا نگهدارت و کسکش. ای خدا ای هوار. زنگ نزنی کونکش وسط استریم هم کونت بزن. اشی مرسی بابت 50,000 تومن عزیزم. یه لحظه بچه. کی بود؟ خیلی باحال بود. وای دهنی سرویس. بچه این بنده خدا یه افغان هستش که شبیه طالبانی هست. خب بعد این من تو مینی چت با این چیز شدم، خوردیم با هم دیگه و اینا. بعد گفتم شمارت روانه کن با هم دیگه در. بعد من لهجه افغانی خوب صحبت میکنم. بعد دیگه با هم دیگه صحبت کردم، گفتم شمارت روانه کن با هم دیگه در ارتباط بشیم. ای جون جور. بعد خلاصه که فلان شد دیگه. اشی مرسی. 50 تا نوشته این دوستمون امیر حسین هشگرده. بعد یکم احوال پرسی کن سریع بگو میخوای رپ افغانی بخونی که قطع نکنه عشق. 8 گرد. حاجی افغانیه داره ویدیو کال میده. دادا این خطی که فرستادی مطمئنی درسته؟ عشق باز 904. اه اه. ببین 11 رقمش که 11 رقمه ولی این ارور رو میده. نگاه کن. آره اینه داستان. بازم به خواننده زنگ بزن. بچه اسپم نکن لطفا. ماهان جان اسپم نکن دورت بگردم. اسپم نکن. میدونید چیه داستان دیگه. اسپم کار زشتی است برادر دینی. اسپم کار زشت نمیباشد. چله آشنایی برام. آره آشنا به نظر میرسم. چیکار کنیم والا برور. بچه من چنل تلگرام رو حتما جوین بدید راستی این آشش عشق. کارو میاد اگر رو سوزمونه اگر رو وقت خوده که هر همو گیره. چرا اینجا چرا دو تا صفحه بازه. اسلینت سایلنت. واو ریدم تو اون کلاس زبانی که من میرم. مرسی بابت 50 تا دوست. جون جوره وسط کرمه باشیم تماس نگه با تو تماس میگیرم. خب بریم زنگ بزنیم. دونیت سایلنت رو نوشته هیرا 14 ساله کرجی ادا دختر 13 ساله داره عشق کنیم. برو ببینیم آقای هیراد چی برای ما آورده. کوچیک میشی what the fuck. کوچیک میشی چیه داشت؟ رمز موفقیت تو چیه؟ رمز موفقیت هم حسویامه HA GTS هست. دونیت چنده؟ دونیت حداقلش 50 بچه برای اینکه بچه شماره چرا بنام مثلا لایکا چند تاست؟ لایکا برسه 100 تا میکنمش 40 تا. میکنم 40 تا. هیراد بچه ها شاید باورتون نشه همین هیراد 14 ساله ای که گفت آیفون داره و چی وقت تماس نوشته چی وقت تماس بگیریم شب تنه.
همونده خودم تماس روانه میکنیم خدمتت بود تماس میگیریم با هم دیگه لوسی لوسی ای لو لولی چیزی ای حرومزاده. بذار زنگ بزنیم به کی. یه 912 نوشته که رسیدی خونه عزیزم. یه 912 نوشته که رسیدی خونه عزیزم. زنگش بزنیم کیه. بدونم ناموسن تو الگوی منی. از 1 ماه پیش 1 میل پول در بردم از این کار. های سلام بفهم. سلطان پیام داده بودی رسیدی خونه زنگ بزن. من رسیدم. اشتباه گرفتم فکر کنم. نه پیام دادی نه قربان نوشتید که رسیدی خونه عزیزم. داداش میگم من رسیدم خونه جان. فکر کردم کارم داری. نه پیام داره رسیدی عزیزم. شمارش نیفته بنده خود. پولم رفت مات. به تو چه که مدل گوشیش چیه؟ بچه آروم باشید. شیائومی نوت 11 پرو پلاس 5G این حرفا رو نداره. یه نفر نوشته بچه سن. درست میشه. افغانه نوشتن من نخوابم. نه بیدار بمون چولون باش با تو تماس میگیرم. لوسی لوسی لوبی لولی هی کسکش. بچه چی کار دارید میکنید؟ بچه ها من این منو الگو نکنید برید مردم رو تیغ بزنید. من تا حالا تو عمرم جدی شارژ مارج نگرفتم از کسی ها. الگو نکنید فردا بیان ما رو ببرن هجی بگن تبلیغ نمیدونم کلاهبرداری و فساد و فحشا. حالم از قیافت به هم میخوره. خب چون شد بیا الهی برو بیرون کسخلی یا بعد کیرگاز زدی یا سلطان. برو الهی بیرون کسمغزی. فازت چیه آجی؟ فکر کنم میاد رو لیو نتشو حروم میکنه. بعد نوشته که حالا قیافت تخم آقام.